سلام دوستان، به کانالم خوش اومدید. تو اینستاگرام یه دونه نظرسنجی گذاشتم. اکثرا گفتن کاورایی که من خودم تو اینستاگرام استفاده میکنم رو آموزشش رو تو فتوشاپ واسهتون بذارم. واسه همین تو این ویدیو میریم این کاورا رو طراحی کنیم که این نوع کاورا تو اینستاگرام الان خیلی ترند هستن و زیاد استفاده میشن و زیاد استقبال میشن. فقط قبل از شروع آموزش حتما کانالمو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله لایک کامنت هم فراموش نشه. بریم شروع ویدیو. خب اول از همه برای اینکه شیپمون رو رسم کنیم میریم داخل ایلاستریتور. چرا؟ چون ساختن این شیپ تو ایلاستریتور خیلی راحت تر از فتوشاپه. خب ایلاستریتور رو میارم بالا، یه دونه نیو فایل باز میکنم در سایزهای 1080 در 1920. خب میایم رکتانگل تول رو سلکت میکنیم، بهش یه دونه رنگ قرمز میدم که مشخص باشه چی رسم میکنم. یه کلیک میکنم، بهمون میگه سایز مربعت رو بنویس واسمون. منم میذارم 1080 در 1080. گوشه‌هاشو کمی کرو میکنم، الاینش میکنم وسط کادر و کمی با گرفتن دکمه آلت و شیفت کوچیکش میکنم. حالا دوباره میام یه دونه رکتانگل دیگه هم رسم میکنم به این صورت. بعد اینو میارم کمی این بالا، البته استروکش رو باید خاموش کنیم. خب مربع دوم رو اینجا قرار میدم، هر دو تاشون رو سلکت میکنم اینطوری. میرم به قسمت پت فایندر و این گزینه رو میزنم تا اون مربع کوچیک از این باکس بزرگمون برداشته بشه. دایرکت سلکشن رو برمیدارم، این گوشه رو میگیرم و میکشم به این سمت، به سمت بیرون. به این صورت در میاد. یه بار روی این باکسمون کلیک میکنم، کنترل سی میزنم و میرم روی فتوشاپ. تو فتوشاپ یه دونه فایل جدید باز میکنم 1080 در 1920 و اینجا کنترل وی میزنم. این باکس واسمون میاد، شیپ لیر رو سلکت میکنم، شیپمون میاد اینجا به راحتی. حالا دیگه ایلاستریتور رو میبندیم و لازمش نداریم. این شیپمون رو الاین میکنیم تو وسط کادر. میایم یه دونه نیو لیر باز میکنیم و رکتانگل تول رو دوباره سلکت میکنیم، دوباره روی صفحه یه بار کلیک میکنیم و اینو میزنیم 1080 در 1080. رنگش هم سیاه میکنم و الاینش میکنم با زدن دکمه کنترل ای. حالا از این قسمت رولر اگه نداشتی کنترل آر بزنید قایم میشه، اگه بزنید میاد دوباره. اینو میگیرم میکشم اینجا و این یکی رو دوباره میگیرم میکشم اینجا. این باکس سیاه رنگمون رو پاک میکنم. کادری که باید کل طراحیمون داخلش باشه داخل این باکسه. اگه بیرون از این بزنه تو پیجمون درست دیده نمیشه و از کادر میزنه بیرون. این باکسمون رو سلکت میکنم، ازش یه دونه کپی میگیرم، رکتانگل تول رو برمیدارم، فیلش رو میرم نان میکنم و بهش یه دونه استروک میدم، هر استروکی که خواستیم، مثلا سفید میدم. خب کنترل تی میزنم، کمی بزرگش میکنم. الان دیده نمیشه ولی الان رنگ بک‌گراند عوض کنیم دیده میشه. میریم به قسمت بک‌گراند، از قسمت کالر اوورلی بهش یه رنگی میدیم، هر رنگی که خواستیم. من مثلا همین رنگو دادم. این شیپی که کپی گرفتیم رو سلکت میکنم، میرم به قسمت تنظیماتش و استروکش رو میذارم روی مثلا 3 یا 4. همین شیپ رو انتخاب میکنیم، روی این آیکون ماسک میزنیم، براش سیاه رنگ رو برمی‌داریم و این قسمت پایین رو اینطوری براش میزنیم. حالا عکسمو وارد کارم میکنم. من به عنوان مثال این عکسمو آوردم. وقتی دارین سایز عکس رو تنظیم میکنین سعی کنید سر سوژه از این کادر کمی بزنه بیرون تا یه جلوه جذابی بهش بدم میدیم. اوکی میکنم. همین عکسمون رو آلت نگه میدارم، ما بین این لایه ها قرار میگیرم و یه دونه کلیک میکنم. کلیپی ماسکش کردیم به این باکسمون. حالا همین عکس رو دوباره سلکت میکنم، سلکت سابجکت رو میزنم، فتوشاپ سوژه رو واسمون جدا کرد، کنترل جی میزنم، این لایه‌شو میگیرم میبرم این بالا و آلت رو نگه میدارم و روی این ماسک کلیک میکنم. به این صورت در میاد. حالا براش سفید رنگ رو برمیدارم و این ناحیه سرش اینطوری براش میزنم تا سر سوژه از کادر بزنه بیرون. دوباره این شیپ رو سلکت میکنم، دوباره روش کلیک میکنم، میرم به قسمت اینر شادو و بهش کمی اینر شادو میدیم. تنظیماتش که بستگی به خودتون داره. روی این لایه‌مون یه دونه نیو لیر باز میکنم، کلیپ ماسکش میکنم به این عکسمون، ابزار گریدینت رو برمی‌دارم با این تنظیمات که از سیاهی بره به ناپدیدی و با گرفتن شیفت اینجا رو یه دونه گریدینت ایجاد میکنیم به این صورت. ابزار لاین رو برمی‌دارم، یه دونه لاین اینجا میکشم با سایز استروک 3 پیکسل، الاینش میکنم، روی دکمه ماسک کلیک میکنم و براش سیاه رنگ رو برمی‌دارم و اینطوری گوشه‌هاشو براش میزنم. آیکون پریمیرم رو میارم روی کار، به این صورت میشه. دکمه‌های کنترل شیفت آلت رو نگه میدارم و به اینطوری اینو کج میکنم و میارمش این بالا. روی همین لایه پریمیرمون یه دونه نیو لیر باز میکنم، این ابزار لاسو تول رو سلکت میکنم و به این زاویه یه دونه ماسک ایجاد میکنم اینطوری و با هر رنگی که دوست داشتم و دکمه آلت بک اسپیس رو میزنم. اینطوری یه دونه واسمون رنگی ایجاد کرد. حالا وقتی که همین لایه‌مون سلکته، بلندینگ مود این لایه رو میذارم روی اسکرین که این متغیره، تو رنگ‌های مختلف میتونید تست کنید و ببینید که کدومش بهترین حالت. بعد میرم قسمت فیلتر، بلور و گازین بلور و کمی بهش بلور میدم تا کمی اطرافش محو بشه. اگه خواستید میتونید مودهای دیگر هم تست کنید که ببینید کدومش واسهتون مناسب‌تره. و در نهایت متنمون رو مینویسیم و کارمون تموم میشه. خب دوستان، ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. حتما کانالمو سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله هم فراموش نکنید. نظرتون در مورد این ویدیو حتما واسم بنویسید و اگه آموزش خاصی هم خواستید حتما تو کامنت بنویسید که ضبط کنم واسهتون. فعلا خدا نگهدار.